سلام بچه ها، چطورید؟ خوش اومدید به ویدیو جدید. امروز اومدیم داسته توی شب بازی کنیم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. بریم سراغ آموزش که چجوری این مپ رو بالا بیاریم. Let's do this. Everything that was in my way is gone. Only a matter of time before I get rid of the police. What do you think of that, Al? This is my perfect victory! اول کانتر هست که خیلی ساده میاد اینجا میزنین روی بخش پلی. بعد اینجا یک گزینه‌های بالا اینجا هستش به نام یه چیزی ورکشاپ یا ورکشاپ مپس. اینجا میزنی. بعد اینجا من کلی مپ دارم که اینجا زده دسته توی نایت. بعد شما اینجا میای برای که مپ رو بهش اضافه کنین میای اینجا میزنی ویزیت ورکشاپ. اینجا شما زدی صبر میکنی تا همچی صفحه برات بالا بیاره. بعد اینجا تو قسمت سرچ ها میای میزنی داست DOST. بعد اینجا اینتر رو میزنی یا این سرچ رو میزنی که بالا میاره. داست رو که شما بزنی کلی مپ داره، داست برفی داره دیگه، داست نمیدونم چه چیزایی داره، داست انیمیشنی داره. ما به اینا کاری نداریم. میایم پایین تر تا داست نایت رو پیدا نمی کنیم. پس بعد بزنیم داست نایت، داست اینو بزنیم. بعد اینتر رو الان دیگه داست توی نایت. حتما بچه همین مپو چون بیاری بالا، چون من خیلی مپا رو مثل این و کدوم یکی دیگه بود مثل اینا رو زدم، زیاد خوب نبود. این با کیفیت یعنی 5 ستاره دیگه. اینو بزنین براتون بالا میاره. حالا وقتی اینو زدین یه با بازی رو میبندین، بعد دوباره وا میکنین برای که مپا بالا بیاد. یعنی اینجوری شما صبر نکنین. وقتی که زدین تیکر رو خورد تو بعد اینجا میای داخل اینجا و اینجا داست توی نایت هست. اینجا گزینه گو میزنی و اینجا چند تا گزینه داره رو هر چی که بازی میکنی. حالا ما اولین قسمت بزنیم به نام کژوال و اینجا وارد بازی میشه. بچه‌ها این بازی به صورت آنلاین نیست، فقط برای دوئل زدن با رفیقاتونه. بعد خدایی که اینترنت نداری میتونی بیان اینجا باش بازی کنین. با باتا هم میتونی بازی کنین و اینجوریه. نگاه کاملا شبه و همین گزینه خوبی میتونه باشه. واقعا یکی از بهترین چیزاست به نظر من. حالا ما یک دستی هم امتحانی میریم با بات ها، امیدوارم که نخوریم، ما رو مسخره نکنیم. اولین کیل جلوی بات، یعنی خیلی من حرفه‌ای ام. یعنی نکنین از میسای من نگاه کن نمیتونم توی هدش بدم که بی کسی هست یا نه. 2 نفرن احتمالاً توی ایرلند باشن. ایناش خود نزش اصلی رو کنم نزنه سومی MVP میشیم یا نه. اون یه نفر دیگه هم پیدا شو تموم. حالا 2 دست میریم. حالا خاطر شما 2 دست میریم، عیبی نداره. 2 دست میریم. به این بومو بکنم که نبازی فقط ایده بیشتر تایم نیست. امیدوارم که اینجا نباشه. بومبو پلند میکنیم. خب یکی از باتا زد، یک کیلی هم گرفت. دست منم زیاد توجه نکنید. دستم با AK بریم که کیف کنیم و ناموسن کیف کنیم. آقا اگه من اسکیلی چیزی ندارم ببخشید، بزرگی خودتون، بزرگی از خودتون. من اینجا دارم کله خرا. یه نفر دیگه میخوام اونجا یا نه نمیده. تمام همه شون هم میخته
یه دست دیگه هم بریم آجی، به نظر من یه دست دیگه هم بریم. حال داره میده بهم. میخوام از جزئیات بازی براتون بگم. نگاه کنید ماشینا هم چراغاشون روشنه که واقعا چیز جزئیات خیلی خوبی داره. انگار اینجوری نیست که الکی مثلا اینجا لامپا روشنه، بعد دیگه چی بهتون بگم، لامپای گوشی روشن، همه گوشی ماشین روشنه، همه چی اوکیه، واقعا اوکیه. خیلی ما از بازی داریم اینو نگاه کن. به خودت با تا هم برای ما کمپر شده اون جیبا دفاع. عجب من MVP نشدم، یعنی به من حق بدین داشتم برای جزئیات بازی. حالا یک دست دیگه هم بریم که جزئیات کامل براتون توضیح بدم. جزئیات کاملی نداره، فقط برای روشنایی اینا فقط از لامپا استفاده شده که در اوقات روشن نیستن و از این شمعایی که کوالتی بالایی داره که اینجا من بیشتر میام اینجا بازی میکنم تا کژوال، حالا بیشتر نه تا حدودی. اینجا شما میتونید که اینجا شما میتونید که رو قسمت‌های سختش هم بزنین. حالا چون آنلاین چون آفلاین هیچ فرق نداره نظر من، قدر فرقی نیست. خب این هدشات بود. آقا این بود از جزئیات بازی و کل بازی. حالا 3 دست 4 دست گیم پلی رفتیم. این بود از جزئیات بازی. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.